عرض ادب خدمت دانشجویان عزیز نینجالرن. خوش اومدید به قسمت دیگه از دوره آموزش جانگو رست فریمورک. در این قسمت می‌خوایم توضیح بدیم که جیسون چیه و به چه دردی می‌خوره. جیسون فرمت متنی خیلی ساده است که واسه تبادل دیتا بین سرور و کلاینت و API استفاده میشه. به خاطر اینکه ساختارش ساده است و راحت میشه خوندهش، حسابی محبوب و تقریبا تو همه جا ازش استفاده میشه. حالا کاربرد جیسون توی API چیه؟ توی API جیسون واسط استاندارده واسه اینکه داده بین سرور و کلاینت رد و بدل بشن. همونجوری که تو این تصویر می‌بینید، ما یه ریکوست به پروداکت میزنیم و یه ریسپانس در قالب جیسون میگیریم. یه آیدی داره که از نوع نامبره، یه نیم داره که از نوع رشته است، یه کوانتیتی داره که از نوع نامبره، یه کالرز داره که این لیسته که رنگایی که محصولمون داره رو نشون میده، یه کاتگوری داره که یه آبجکته، یه پرایس داره که این نامبره، یه دیسکانت داره که ناله، هیچ دیسکانتی برای تیشرت وجود نداره، یه ایز پابلیش داره که تروه و یه کردیت اد داره که تایمه. چرا حالا جیسون خوبه و انقدر ازش استفاده میشه؟ دلایل مختلفی داره. یکی این که خیلی ساده است، قابل فهم و راحت میشه باش کار کرد. یکی دیگه‌اش اینه که پشتیبانی وسیعی داره توی زبان‌ها و همه زبان‌ها تقریبا ازش ساپورت میکنن. خیلی هم سبکه چون جیسون فشرده است و فضای زیادی اشغال نمیکنه. خب این از این قسمت تا قسمت بعدی بدرود.